شب همگی بخیر. جلسه پنجم آموزش مقدماتی اکسل. میپردازیم به فرمول نویسی تابع سام و اوریج. در جلسات قبل فلش فیلد رو یاد گرفته بودیم که کاملا مشاهده میکنید. از ستون A از ردیف 1 و 2 رو کپی کردیم به صورت پشت هم به سمت پایین و در قسمت فی هم چون ترتیب پشت سر هم نیست ما به صورت دستی وارد میکنیم. تنظیمات رو از قبل یاد گرفتیم. از قسمت نامبر فرمت، از بخش کرنسی که همون بخش ارز هاست، دلار و یا یورو رو انتخاب کرده بودیم اگه یادتون باشه. و وقتی که تنظیمات رو برای سطر یا ستون از قبل انتخاب میکنیم به صورت اتومات انجام میشه. خب ما از جلسه قبلی ستون مبلغ رو بهش فرمول داده بودیم، گفته بودیم که تعداد ضرب بر فی بشه و مبلغ نمایش داده بشه و من با وارد کردن اون فضای خالی که فی باشه هر عددی که وارد میشه در ستون آخر مبلغ نمایش داده میشه. حالا میریم سراغ فرمول نویسی سام. برای اینکه ما فرمول نویسی کنیم و این محدوده رو جمع کنیم باید از نوار فرموله استفاده کنیم. از گزینه سام علامت مساوی رو قرار میدیم، سام رو انتخاب میکنیم، ستون اول رو انتخاب میکنیم، از دکمه کنار سمت راست به سمت پایین اسکرول میکنیم تا محدوده‌ای که مد نظرمون هست و میخوایم جمع بگیریم و همین عدد مشاهده میکنید 2460 مجموع ستون ای شده. خب همین جمع رو برای ستون جی دنبال خواهیم کرد. علامت مساوی رو خواهیم گذاشت، از نوار فرمول سام رو انتخاب میکنیم، سلول اول در اینجا سلول اول رو انتخاب میکنیم، این سلول اوله و در سلول آخر تا پایین اسکرول میکنیم و وقتی اینتر میکنیم اون آیکون سبز رو میزنیم سام عملیاتش به پایان میرسه و مبلغ رو مشاهده میکنید. من در جلسه قبلی خدمتتون توضیح داده بودم که اگر بخواید سه رقم عدد رو جدا کنید به چه صورته. دوستان ممنون میشم با لایک، کامنت، سابسکرایب و فالو ما رو همراهی کنید. این بخشی که الان نمایش داده شده نوار فرمول است. خب میریم برای اوریج، از نوار فرمولا اوریج رو انتخاب میکنیم و اگر بخوایم به صورت اینکه بخشی از یک فضا، یک سطح و یک ستون یا چند ستون رو به صورت پراکنده جمع کنیم میتونیم سلول به سلول رو انتخاب کنیم و از علامت به علاوه یا طبق همون قسمت فرمولا که نامبر 1 نامبر 2 رو یکی که انتخاب کنیم و در نهایت اینتر یا آیکون سبز رو بزنیم و جمع به این صورت انجام میشه. میریم برای اوریج، از نوار فرمول اوریج انتخاب کردیم، سلول اول رو انتخاب کردیم، به سمت سلول آخر اسکرول کردیم و در نهایت اینتر. میبینید که عدد به دست آمده 307/5. در هر دو حالت عدد و اسکرول کردن محدوده جواب یکیه. برای ستون جی نیز همین کار انجام میدیم. اوریج انتخاب میکنیم، سلول اول رو انتخاب میکنیم که A4 بود و تا سلول آخر اسکرول میکنیم و اینتر. عدد به دست اومده 82391. دوستان اعلی آموزش تنها مرجع آموزش کاملا رایگان در کل کشور هست و امیدواریم که دوستان از این فضا استفاده کنن و با لایک و کامنت و فالو باعث بیشتر دیده شدن ما و حمایت ما بشن. ممنونم از شما. خب من میخوام تست کنم ببینم که اوریج درسته. عدد سام رو وقتی تقسیم بر تعداد سطرها میکنیم عدد به دست آمده 82391 و این کاملا درسته. من یه تمرین خدمتتون میدم، دوستان این جدول طراحی کنید به همین شکل و یا اگر نیاز به این جدول دارید در کامنت برام بنویسید که من براتون ارسال کنم و این تمرین رو تو جلسه بعد انجام بدید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.